پس از انقلاب سیاه استعماری در ایران تمامی جشن‌های 7000 ساله آریای میترایی ممنوع و از تقویم‌ها حذف و به فراموشی سپرده شد. جشن نوروز را جشن طبیعت نوشتند و 13 به در را نحس خواندند و شب یلدا را بزرگترین شب سیاه و شیطانی خواندند. استاد سیاوش اوستا از سال 1985 با انتشار سالنامه 7700 ساله آریای میترایی نه تنها همه جشن‌ها را زنده کرد که روزهایی را نیز به یاد بزرگان تاریخ ایران چون کوروش بزرگ، بابک، یعقوب، فردوسی، حافظ، خیام، سعدی و خاندان پهلوی در این سالنامه پر افتخار نامگذاری کرد. وی با برگزاری بیش از 500 فستیوال و کنسرت و تئاتر در شیک‌ترین سالن‌های پاریس جشن‌های ملی میهنی مانند یلدا، مهرگان، سده، نوروز و 13 به در را برگزار کرده و در کتاب‌ها و مقالات و برنامه‌های رادیو آوای ایران و تلویزیون مهر تشریح نموده است. برای آگاهی بیشتر کتاب‌های از میترا تا محمد، آیین اوستا، خدا را در خواب دیدم زار زار گریه می کرد، من با خدا رقصیدم، خیام و این جهان فرسوده، سرگذشت حافظ رند شیراز را بخوانید. کوری چشمی ناز جز به شادی نکوشیم، این شعار دیرینه ما بوده. ایشون اونقدر وقتی برنامه رو معرفی می‌کنه میگه آره امروز جشن یلداست، جشن میتراست. نه من میگن دختر آقا اولی دخترش کی به دنیا اومد. یه توضیح خیلی کوچیکی راجع به میترا براتون میگم. میترا یکی از زیباترین نام‌های پارسیه، به معنی میثاق و پیمانه و از طرف دیگه اولین خداوند و اولین پیامبر ایرانیه. میترای پیامبر همون بابا نوئلیه که به فرهنگ غرب نفوذ کرده و ما اونو در عید نوروز در لباس عمو نوروز میبینیم. و اما راجع به یلدا. یلدا در لغت به معنی تولده. از 7000 سال پیش ایرونیا شب اول زمستون رو به عنوان بلندترین شب سال جشن می‌گرفتن. در این شب میوه‌ها و تنقلات دلچسب می‌خوردن و بزرگترها به کوچکترها کادو می‌دادن به نام میترا. میترای پیامبر، خداوند مهربانی و همبستگی و دادگستری و عدالت. میترا مظهر عدالت و دادگستری در تاریخ ایران بوده. یک سخن دیگه از میترا. میترا از طرف دیگه مهر خداوند و خورشیده، مظهر نور و روشنایی و انرژی. آیین میترا در زمان هخامنشیان و اشکانیان از طریق آسیای صغیر به ارمنستان و از طریق آسیای صغیر و ارمنستان به کشور روم رفته. در حال حاضر در روم معبدی به نام میترا هستش و در موزه بزرگ واتیکان مجسمه بسیار بزرگی از میترا وجود داره. در سال 1954 یک مجسمه نیمتنه از میترا در مرکز شهر لندن در هنگام حفاری کشف شده. به هر حال جشن میترا، جشن یلدا، جشن ژانویه بر همه شما مبارک باد. حالا خوشبختانه پیشوازشو میرن یلدا رو. بهتون خوش گذشته تا حالا؟ چه بهتر؟ خب یه دیش پرسیدم راجع به جشن مهرگان. من از آقای دکتر
حسن عباسی دعوت میکنم که تشریف بیارن ایشون و یه مقداری توضیح بدن راجع به جشن مهرگان. آقای دکتر حسن عباسی. هموطنان عزیزم، درود بر شما، شبتون خوش، خیلی خوش آمدید. به افتخار خانم آذر شیوا، همونطور که بهتون وعده داده بودیم جشن مهرگان رو شبی پرستاره برای شما آفریدیم که یاد یکی از بزرگترین اعیاد کهن و سنتی ایران رو در خارج از کشور گرامی بداریم. من زیاد وقتتون رو نمیگیرم. امشب خانم آذر شیوا دیدیم که در خدمتشون بودیم، آقای منوچهر عزیز که خیلی لطف کردن از لس آنجلس اومدن. ایشون همینطور که گفتن ساعت 7 بعد از ظهر رسیدن. برنامه‌های بعدی خوبی هم برای شما خواهیم داشت که پرویز صیاد هست، دوم نوامبر، و اگه گفتیم کی بعد از پرویز صیاد، داریوش 30 نوامبر. بعد از داریوش یک نمایشنامه بسیار بزرگ از ایستگاه آقای ایرج جنتی عطایی که امشب در میان شما هستند، از جمله هنرمند عزیز کشورمون بهروز وثوقی که در میان شما. این کار آقای علی حسینی، هومن آذرکلاه، سوسن فرخ‌نیا، خانم ملک‌کظمی همه امشب با شما هستند. این هم برنامه بعدی خواهیم بعد از داریوش. اما در مورد جشن مهرگان، جشنی است مثل نوروز بوده و زیاد من توضیح نمیدم براتون. اینو میخونید، در شهر فرنگ چاپ شده، فکر کنم ضرورتی نداشته باشه و اینجا نمیان برقصینا، میفتید اینجا خدای جاتون میشه. به افتخار ابی خون کوروش در رگ‌هایم، خون خامان شاه، خون کوروش شاه شاهان، شاهنشاه خاوران.